تن فروشی داشت، دید که پدرم یک خانم زیبا که دختر امیش بود و دو دختر نوجوان داره. پدرم که چندان وضعیت اقتصادی خوبی نداشت، پدرم تشویق به تن فروشی کرده و خالیم و دخترش گفتند یک خانم زیبا داری و دو دختر نوجوان، پس بیا و کار تن فروشی را به سر زنت بکو. البته برای فعلا تا یک لقمه نان به خوردن برای خودت و خانوادت پیدا شود. بعدن را خدا مهربان است. پدرم هم که دیگر راهی نداشت مجبور شد و قبول کرد. از همین جا بود که زندگی ما تباه شد. و پس از این همیشه مادرندرم شبانه می رفت برای تن فروشی و صبح وقت می آمد خانه و بسیار سر ما و خواهر و برادرایم ظلم می کرد و همیشه ما را در آفتاب پاکستان که خودتان می فهمید چقدر گرم است سر یک پا استاد می کرد و اگر شب با پدرم می گفتیم باز فردای آن روز بدتر از روز قبل ظلم می کرد سر ما. و پدرم از وقتی که پاکستان رفتیم شراب می نوشید و یک شب که سر قمار نیشه شد تمام پولش را باخت و من که در پهلویش نشسته بودم طرف ما یک نگاه می کرد و بر شخصی که تمام پولش را باخته بود طرف پدرم نگاه کرد. چون او شخص هم نیشه بود خندید و گفت آجی صاحب بیا یک دو میزنیم، اگر بردی تمام پولایت پس میتم و اگر باختی دخترت پیش ما گروبان. پدرم چون سرش گرم بود قبول کرد و مرا به یک دو باخت. دفعتاً او شخص که نامش عاصم بود از جایش بلند شد و دست مرا گرفت و مرا با خودش برد. من فقط گریه می کردم، طرف پدرم نگاه تلخ می کردم. خوب رفتیم خانه عاصم و دیدم یک پسر جوان داره و یک خانم ظالم. خوبانا هم انسانهای تنفروشی بودند و من در آن وقت تقریباً 12 سال سن داشتم. خواهر بزرگم و برادرایم هم کار کرده نمیتونستند چون از پدرم میترسیدند و عاصم دید که دیگه خبری از پدرم نشد، مرا به پسرش که از مکده بزرگتر بود نامزد کرد و چند وقت بعد یک انسان یزید دیگر مرا به مبلغ 30,000 کلدار از پیش عاصم خرید و برد خانه خودش. من خوش شدم که دیگه از انسانهای تنفروش دور شدم، اما نخیر اشتباه میکردم. غلام سخی و خانم ظالمش کسانی بودند که مرا از نزد عاصم خریده بودند و چون نمیفهمیدم تنفروشی یعنی چی وقتی مرا پیش نفر روان میکردن گریه میکردم، اما مرا با سیخ تندور لطوکوب میکردن زن و شوهر. خب لالا رامش چند وقت با امی ظلم زندگی میکردم و چند وقت بعد بود که یک شخص به نام جان آقا که او هم